شروع از سنه 1 مارس تا 30 می در سراسر جمهوری اقدام ترغیباتی تاجیکانه میپوشیم به راه مانده شده است که این نشان تمدن آفری و از فرهنگ بوی داشتن ملت تاجیک درک میدهد. در اساس نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مراسم جمع‌بستی عکس فرهنگی ترغیباتی تاجیکانه میپوشیم در مرکز خدمترسانی عزیزی دل با جلب کودکان، زنان و دختران، هنرمندان و فعال زنان، حافظان و نوازندگان در فضای عیدانه و با شکوه خاصه برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور معاون رئیس ولایت و دیگر مسئولین اشتراک و سخنرانی نمودند. در جریان چاره‌بینی ذکر شد که لباس ملی یک رکن فرهنگ ملت به شمار رفته یادگاری از گذشتگان است که در طول قرنها زیباییش را گم نکرده است. زن و مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت بوده، یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن ملت‌های مختلف دنیا لباس ملی آنهاست. تحت سپارش‌های پیشوای معظم ملت امام علی رحمان، ما جوانان خوشبخت دیار طبق سپارش‌های رئیس ولایت امروز تصمیم گرفتیم که تجسمگر لباس‌های ملی تاجیکانه باشه. تاجیکانه پوشیدن، تاجیکانه گشت و گذار کردن این خوشبختی زن را انعکاس می‌کند. زیرا اطلس و ادرس زیر رنگارنگی خود خوشبختی زن را نشان داده می‌تواند. در عرفیت میگویند که اگر تو از تاریخ خود بیخبر باشی آینده خود را ساخته نمیتوانی. برای همین ما لباس ملی خودمان را که تاریخ هزار ساله ها دارد بسیار دوست می‌داریم، میپوشیم. اینچنین در آینده برای فرزندان خود، برای طالب علمان خود آن را نشان داده تجسمگری لباس‌های ملی گشته می‌توانیم. پاس داشتن یک جزء فرهنگ خیش، لباس ملی تاجیکانه که تجسمگری رسم و آیین، نشان زیبایی پرستی و افتخار هر خلقیت و ملت محسوب می‌یابد، برای هر یک زن بانوی تاجیک شرط و ضرور است. در دایره برنامه چاره‌بینی مهمانان از خیمه‌های آراسته که هر یک بازگویی کننده رسم و آیین، عرف و عادت، هنرهای مردمی و فرهنگ اجدادی نیاگانمان بود دیدن نمودند. قید کردن به مورد است که در دوران استقلال اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به فرهنگ ملی توجه خاص ظاهر نموده، بهر از نو احیا نمودن عنعنه‌های ملی و هنرهای مردمی که برخی آنها قریب به گوشه فراموشی رفته بودند، برای دوباره از نو احیا گردانیدنشان سهم بارز گذاشتند. در رفت برگزاری چاره‌بینی تاکید شد که امروز زنان و بانوان کشور در ساحه‌های گوناگون حیات جامعه فعالیت دارند و خوشبخت از آنند که در تاجیکستان صاحب استقلال عمر به سر میبرند و با تشبس‌های سازنده خود تاجیکستان محبوب را باز هم آباد و زیبا میگردانند. لباس ملی ترغیبگری فرهنگ ملت به شمار میرود، زیرا لباس ملی این یک جزء فرهنگ قدیمی خلق تاجیک می باشد که زیبایی خود را گم نکرد و نخواهد گم کرد. باعث هزارها خرسندی است که امروز توجه رهبریت کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و احیای هنرهای مردمی، عنعنه‌های ملی، ارزش‌های نیاگان توجه خاص ظاهر نمودند. امروز باعث خرسندی است که در این چاره‌بینی ادانه که با نام عکس تاجیکانه می‌پوشیم، ما زنان خوشبخت استقلال همچون زن تاجیک لباس ملی را ترغیب نماییم. در جهان معرفگر لباس اطلس و ادرس باشیم. در جریان چاره‌بینی نمایش لباس‌های ملی به راه مانده شده. دختران با چهره‌های پر افتخار با اطلس و ادرس، چکن‌های رنگارنگ و زردوزی ظاهر شدند تا بگویند که لباس آنها تنها یک پارچه متاع نیست، بلکه تاریخ، تمدن و هویت یک خلق را در خود نگاه داشته و به جهانیان معرفی می کند. لباس ملی سخن نمی گوید، ولی با هر رنگ، با هر نقش، با هر دوخت حکایت می کند. حکایت از اصالت،
پاکیزگی و هنر و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک. چاره‌بینی را برنامه رنگین و روح‌افزای فرهنگی با اشتراک حافظ و نوازندگان، دسترویکان و زنان و دختران صاحب هنر با سرودهای جان‌نواز و رقصهای ملی تاجیکانه شکوه و شهامت خاصه بخشید.